تو نسبت به خدا کوتاهی نکردی، هیچ چیز دیگر نه، گناه نه، معصیت نه، بغاوت نه. همین نماز امشبی که ما نماز عشا خوندیم، اگر خدا میخواست با ما دقیق حساب کتاب کنه و ما رو در مقابل غفلت هامون، در مقابل بیوفایی هامون توبیخ کنه و تنبیه کنه، نماز امشب ما چقدر با حضور قلب بود، چقدر با متوجه بود، همونطور که قالبم در مقابل خدا بود، قلبم هم در مقابل خدا بود. داشتم با خدا نجوا میکردم، داشتم با خدا حرف میزدم. نماز برای همین اقم الصلاة لذکری. همین امشب اگه خدا به خودمون بگه به خشوع و خضوع در نمازت نمره بده، من خودم نمره چند میدم بهش؟ خودم به توجه و حضور قلبت تو نماز امشبت نمره بده، خودت بده. چند مینویسی برای امشب؟ همین امشب الله تعالی بگه به این کیفیت احسان که ان تعبد الله که انک تراه فإن لم تکن تراه فإنه یراک، طوری باید عبادت میکردی. خصوصا نماز قائم مقام دیدار الله تعالی در آخرته. همونطور که نهایت قرب الله تعالی در قیامت دیدار، نهایت قرب الله تعالی در دنیا نماز سجده است. تو نهایت قرب الله تعالی من شما غافلیم. تو نهایت قرب الله تعالی من شما دلم، این دل خدا میدونه کجاست، تن بجنبد دل نجنبد آن چه سود. خدا در رابطه با بغاوت ما، گناه ما، معصیت ما نه. اگر همین نماز امشب اونو الله تعالی میخواست ریز بینانه از ما حساب کتاب بگیره، ما شایسته تنبیه بودیم یا نه؟ ها؟ خدایی که داره این همه با من فضل میکنه، با من راه میاد، با من عفو میکنه، با من از من میگذره، از خطاهای من، از بیوفایی های من، از غفلت های من، از معصیت های من. حالا خدا با من داره اینقدر آسان میگیره، من با بنداز چیکار میکنم؟ من نمیتونم فلانی رو ببخشم. چرا نمیتونی ببخشی؟ چون نسبت من کوتاهی کرده. تو نسبت به خدا چقدر کوتاهی کردی؟ خدا داره تو رو میبخشه که